اگر شب قدر شبی باشد که تقدیر عالم در آن تعیین می‌گردد، همه شب‌های جبهه شب قدر است و از همین جاست که تاریخ آینده کره زمین تقدیر می‌شود. شب‌هایی که ملائکه خدا نازل می‌گردند و ارواح مجاهدان راه خدا را از معارجی که با نور فرش شده است به معراج می‌برند. شاید آن شب قدر رضا نیز باشد، همان شبی که شهادت او تقدیر می‌کرد. خدا آنها چه انسی با خاک گرفتند و خاک مظهر فقر مخلوق در برابر غنای خالق است. معنای آن که در نماز پیشانی بر خاک میگذاری همین است. تا با خاک انس نگیری راهی به مراتب قرب نداری. برو به آنها سلام کن، دستشان را بفشار و بر شانه‌های پهنشان بوسه بزن. آنها مجاهدان راه خدا هستند و علمداران آن تحول عظیمی که انسان امروز را از بنیان تغییر می‌دهد. آنها تاریخ آینده بشریت را می‌سازند و آینده بشریت آینده‌ای الهی است و همه چیز حکایت از همین نوید خوش دارد. جا از مرگ می هراسد آن کس که به جاودانگی روح در جوار رحمت حق آگاه است و این چنین اگر یک دست تو نیز هدیه راه خدا شود، باز هم با آن دست دیگری که باقی است به جبهه ها می شتابی. وقتی که اسوه تو آن تمثیل مطلق وفاداری عباس ابن علی علیه السلام باشد، چه باک اگر هر دو دست تو نیز هدیه راه خدا شود. تفنگ دوربیندارش نشان میداد که تک تیرانداز است. آن آستین خالی که با باد این سوی آن سوی می شود نشانه مردانگی است و اینکه تو به عهدی که با ابوالفضل بسته‌ای وفاداری. چیست آن عهد؟ مبادا امام را تنها بگذاری.